دست دارد در مرحله نیمه‌ای بازی خود را شروع می‌کند و حریف اولین آنها دسته دیگر از شهر دوشنبه هم از ناحیه شهر نو است. عبدالله دولتов ناظر داوران عبدالرحیم بابویف از شهر ترسونزاده به حساب می‌رود. مذکور جلب شد که در این باره کمی بدتر خواهیم گفت. اینجا امکانیتی بسیار هم خوب رستم سویرов اولش به توپ میرسد اما بعداً توپ را در میدان نگاه داشته نتوانست. او یکی از بازیگران اساسی در هیئت استقلال خواهد شد. اینجا این هجوم اولو با پراگی برطرف نشده است و در این لحظه البته ضربه رو دیدیم اما گلبازان ترک کردند مثل تبریزی دولتمیر و شریدین بابویف که الکی کارنامه خود رو در هیئت دسته‌های خارجی میخواهند ادامه دهند. یک ضربه بسیار هم خفناک از سوی سنجر رخسیبویف. علشیر احتم نظرов منوچهر جلیلов این گونه استعداد رو خیلی هم خوب دارن. علشیر ضربه زد اما برطرف میشود. باز یک کوشش دیگر از سوی او لک این دفعه هم ضربه زده او راست جانبی دروازه حرکت نمیکند. روشن از کلوب میدانداری کردن و فوتبالبازان کوکتاش موفق شدند. احتم نظرов پرتوب توپ از سوی او ادامه هجوم رو میبینیم. ضربه اینجا اجرا کرده میشود اما باز هم بلند. حالا درست به نشان گرفتنی دروازه حریف اونقدر موفق نیست. سویرов پسی او یک امکانیت دیگر و بالاخره ضربه راستی علشیر جلیلov رو میبینیم اما اونقدر خفناک نیست این ضربه. سویرов ویران کرده شد. ضربه جریمه‌ای تعیین کرده میشود و بیاید ببینیم که ضربه رو کی اجرا میکند. نوریدین دورانov ضربه زد و دروازه‌بان با مشکلی این حالت رو برطرف میکند. کرده باشد برول بازی ادامه می‌یابد و باز یک امکانیت دیگر. وضعیت بسیار هم خفناک است. با جای توپ اینجا خودیم البته محافظتگری کناری است اما دوام یک سال اخیر ما هم بیشتر اون رو در خط دفاعی مرکز دیدیم. یک امکانیت دیگر و باز هم ضربه بلندتر است. امروز از شماره زیادی ضربه‌ای که از سوی علشیر جلیلov اجرا می‌شود. بکجورابویف ادامه هجوم فوتبالبازان دسته استقلال. وحدت حنانov پسی او فرصتی بسیار هم خوب ضربه و همینطور گل بینندگان ارجمند بالاخره حساب شده می شود. سلام اشور محمدov فوتبالبازی که چند لحظه پیشتر از این به میدان آمد توانست به دروازه حریف گل زند. غمگین شوید. من فکر میکنم وریانت دوم درست‌تر میاد به اون خاطره که به هر حال علیار اشور محمدov یک مربی کسبی است و در چنین مورد منفعت‌های سلام اشور محمدov گزارش بسیار هم خوب از سوی او پسی او وضعیت خفناک است. رستم ضربه میزند و همینطور حساب بینندگان ارجمند 0-2. استقلال مدت طولانی برترین نشان داد در هفته این بازی اما با دروازه بهروز خیریف راه پیدا کردن نمیتوانست. لیک در 6 دقیقه آخر در انجام این بازی حمله‌گر به هر حال توانست در این رقابت پیش دستی نشان دهد و علی جان هر قدر که کوشش نکند توسط این پوغچ خواست صدگذاری نماید اما فیروز بابیف در نزد توپ پرتوب توپ از جانب او به داخل جریمه‌گاه و یک دقیقه دیگر باقی مانده است. استقلال در این بین به عکس الهجوم فرار میکند. امکانیتی بسیار هم خوب است و این وضعیت برطرف کرده شد. خورشید دادابویف انتظار میشود و بعدا فکر میکنم از انجام رقابت امروز ما و شما رو آگاه میکند. همینطور هم هست بازی اولین در گروه ای مسابقه جام فدراسیون فوتبال کشورمان در مرحله نهایی بینندگان ارجمند با اشتراک دسته‌های